بچه‌ها ازش خیلی خاطره نقل میکردن از اینکه همیشه از دو فرزندش وقتی که ملاقات میکرد، دو فرزند کوچیک داشت که ملاقاتش میامدن، وقتی که ملاقات میرفت تلاش میکرد از بچه‌هاش چیزایی رو بگیره و برای بچه‌های کوچیکی که توی زندان پیش مادراشون زندانی بودن بیاره، یا تلاش میکرد حتی از غذای خودش به بچه‌هایی که مریض بودن، زندانیانی که مریض بودن برسونه. می‌دونی که این 100% مخالف خوی و خصلت ضد بشریه که آخوندا دارن، به خصوص در زندان، در زمانی که تعارف کردن غذا به هم دیگه ممنوعه، در زمانی که صحبت کردن دو تا زندانی با هم جرم محسوب میشه، در زمانی که کوچکترین رابطه‌های انسانی با هم دیگه جرمه و مجازاتش هم شلاق و شکنجه است. به همین دلیل منیره رو به دلیل خصوصیات پاک انسانیش و به دلیل اینکه خواهر برادر مسعود بود در این بند برده بودن. روی این بچه‌ها حساسیت خاص داشتن، هیچ وقت نمیذاشتن ما با این بچه‌ها ارتباط برقرار کنیم. سالن بعدی سالن 2 بود که براتون توضیح دادم که شامل 12 اتاق بود و سالن بعدی، قسمت بعدی بند پایین بود که تعدادی از بچهای قزلحصار و گوهردشت، بچهای تنبیهی رو در واقع توش آورده بودن. بچهای تنبیهی بچه‌ای بودن که اکثریتشون بچهای کم سن، بچهای در سنای پایین دانش آموز بودن، داخل زندان دستگیر شده بودن، توی زندان اومده بودن، بعد توی قزلحصار و گوهردشت بندهای تنبیهی مختلف رفته بودن. در خصوص بچهای این بند تنبیهی و به طور خاص بچهای زیرزمین، یکی از خواهران مجاهدمون از گزارشی رو در خصوص اونها نوشته که من این قسمتم برای شما میخونم. این خواهرمون نوشته: زیرزمین محل مخوفی بود که نزدیک 20 تن از خواهران به مدت 1 تا 4 سال در آنجا زندانی بودند. آن زمان که لاجوردی هنوز حضور مستقیم در اداره زندان داشت، با توجه به ساختار بیرونی ساختمان زندان وجود زیرزمین را به کلی حاشا می‌کرد. یعنی حاشا می‌کرد که اصلا همچین جایی وجود داره. این شیرزنان که اغلب دانشجو و از قشر تحصیل کرده بودند، به دلیل روحیه بالا و ایستادگی بر روی هویت مجاهد در برابر زندانبانان همواره تحت فشارهای خاص قرار داشتند. آنها را در اتاق کوچکی زیر بندهای عمومی نگه می داشتند. در این اتاق کوچک بدون هواخوری و مینیمم امکانات بیشتر از 20 نفر را حبس یا بهتر بگوییم پنهان کرده بودند. همواره با کمترین بهانه‌ای به افراد اتاق هجوم می آوردند. این خواهران آنقدر در زیرزمین مانده بودند که برای خود سرودی به نام سرود ملی زیرزمین درست کرده بودند و آن را همیشه می خواندند. بچه‌های زیرزمین همواره مورد احترام و محبت همه زندانیان بودند و بالاخره با شروع قتل عام همین خواهران در اولین سری اعدامیان با روحیه سرشار، سرفراز و پرغرور طناب‌ها را بوسیدند. از این خواهران هیچ کس زنده نماند. خود حسینزاده، دشخیم حسینزاده که اون زمان رئیس زندان بود، دشخیم سرلک و دشخیم مجید سرلک و دشخیم حداد که از دادیاران زندان بودند و زمانی پلید نماینده وزارت اطلاعات، لابلای صحبتشون بارها و بارها به بچهای تنبیهی گفته بودند ما میخوایم یه تصفیه بکنیم. اوایل سال 67 به یه سری از خانواده‌ای که بچه‌هاشون تنبیهی بودن گفته بودن که به بچه‌هاتون بگین سر عقل بیان و الا همه اونا رو تعیین تکلیف میکنیم. یه موردی هم من خودم شاهدش بودم که در تیر ماه 67 دادیاران زندان دشخیم سرلک و دشخیم حداد وارد بند شدند و دونه به دونه ما رو ازمون سوال جواب کردن سر حکممون، سر این که به چه جرمی دستگیر شدیم و مواضعمون سوال کردن و کنار هر اسم یه علامت می زدن. همه اینا نشونه هایی بود که دال بر وجود یک تصفیه حساب و یا چیزی در این مایه بود. یه مورد، یه خانم جوانی داشتیم که سیاسی نبود، در واقع همسرش سیاسی بود، همراه با همسرش و فرزند کوچکش دستگیر شده بود و به زندان اومده بود. بعد از مدتی در قتل عام سال 67 خودش و همسرش رو برای کمیسیون مرگ بردن. به هر دوتاشون حکم اعدام داده بودن و اونها رو به محل دار